و ما در این بخش از برنامه توجهتان را جلب می‌کنم به گفتگوی من و روح الله زم با آقای مانوک خدابخشیان، تحلیلگر مسائل ایران در لس آنجلس کالیفرنیا. درود بر شما آقای خدابخشیان، خوش آمدید به برنامه آخر هفته از شبکه رسانه بیان. درود بر بیژن فرودی نازنین من. I love you. خوشحالم بعد از سالها همچنین میبینمتون. خوش آمدید آقای خدابخشیان به برنامه ما. درود به آقای زم جوانسال باید بگم. فوق‌العاده از کاراتون. خب مانوک جان، شما یکی از تحلیلگران پیشکسوت هستید در لس آنجلس. سال هاست که تحولات ایران رو دنبال میکنید. ویدیویی از یکی از برنامه‌های تحلیلی شما رو میدیدم مربوط به چند سال پیش که در اون به نسل جوان ایران توصیه میکردید که بروید مانیفست یا هدفنامه خودتون رو بنویسید. فکر میکنید امروز هدف جوانان ایرانی چیست؟ بیژن نازنین من، یک نسلی آمد، نسل شیک پاسارگادی، نسلی با یک پارادایم جدید، عبور از این بازی‌های الهیات رأی بخش، عبور از پارادایم یا در واقع متریکس آل احمدی و رفت دنبال دنیای شیک، دنیای دیجیتالی. و بنابراین ما امروز اگر وقایعی در ایران این چنین به اصطلاح نوظهور می‌بینیم به خاطر همین پارادایم، به خاطر همین نسل پاسارگادی است که هدفش در واقع اگر رژیم یعنی در واقع کور ذهنی نداشته باشه، نوشته رو باید روی دیوار ببینه. عبور از این رژیم. بله، الان وضعیت سیاسی کشور رو چگونه می‌بینید آقای خدابخشیان؟ آیا ممکنه این اعتراضات عمومی علیه نظام به طور جدی از سر گرفته بشه؟ احتمال فروپاشی نظام هستش بر اثر این قیام بالقوه مردم؟ بیژن نازنین آقای زم جوان سال من، 5 سال پیش در برنامه زمزمه های شبانه با آقای میرسپاسی، آقای روحانی داشت می اومد. خیلی هم معتقد بودن انتخاب نمیشه. من در همون برنامه گفتم آقای روحانی انتخاب میشه، یک گروه دو ملیتی، دو گرین کارتی و امنیتی رو میاره در رژیم و در واقع آقای روحانی میشه آخرین رئیس جمهور همین نظام. بنابراین امروز اگر شما نگاه کنید همین مسئله تلگرام یک کودتای دیجیتالی علیه این دولته، نه مردم. رژیم دیگه در موقعیتی قرار گرفته که یک آنومی سیاسی است. هر روز میتونه یک موقعیت یا یک حادثه اتفاق بیفته، ولی فراموش نکنید صدای پای رضا شاه که اومد، روح رضا شاه اومد، این یک ضربه در واقع مهلکی بود به این رژیم. بعد از 40 سال یک نسلی که اصلا این سیستم پهلویزم رو نمیشناخت رفت و پهلویزم رو صدا کرد. همون داکترینی که من سالها معتقد بودم شما باید با داکترین نگفتم خاندان، با داکترین پهلویزم وارد یک مرحله رنسانس بشین و پروژه در واقع فلورانس ایرانی رو پیاده کنید. شما با رنسانس این رژیم رو دارید تغییر میدید با این نسل جدید. بله آیزم، من اجازه میخوام اول بهتون بگم استاد، نه آقای خدابخشیان، دیگه توی فضای رسانه‌ای و سیاسی خارج از کشور و حالا یه بخشی از داخل کشور شما رو به عنوان یک تحلیلگر واقعی ایران میشناسن که از فضای سیاسی جدا نشدین و کاملا فرد اهل مطالعه هستید. الان به پیکر رضا شاه اشاره کردید. یک طیفی درون خارج، یعنی در خارج از کشور هست که معتقده که بدون هیچ دلیل و مدرکی و بدون هیچ سندی معتقده که خب سپاه قراره با هماهنگی آقای پهلوی کودتایی رو انجام بده و حالا با مجاهدین و اینها که نمیدونم شنیدید یا نه. و تو داخل کشورم تو بخش‌هایی از سپاه این تحلیل هست که وقتی مردم از رضاخان دارن تقدیس میکنند و دارن بهش احترام میذارند،
پس مردم هنوز خاصیت دیکتاتور پذیری رو دارند و بحث رئیس جمهور نظامی و اینها مطرح میشه که یک حالتی مثل رضاخان رو ممکنه تداعی بکنه. این رو چجوری تحلیل میکنید شما؟ اتفاقا من همین نظریه رو در نوشتار آقای زیدآبادی و دیگرانم دیدم. اصلاح طلبها، اولا واقعا اشاره کنم، اصلاح طلبها اولا تموم شدن. این بلشویک های اسلامی بودن که در این مدت کوتاه در واقع رژیم رو پا نگه می داشتن. اما ما یک دوچار خطای باصره تحلیلی شدیم. همه پیدایش پیکره رضا شاه همون این ارزش روانی داره، ارزش استراتژیکی داره، همه دارن گمراه میشن. این نسل در پی این بود که به یک خواسته‌ای برسه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ رفت و در مشهد مثلا شعار رضا شاه روحت شاد رو داد. ببینید همه رو نگاه کنید در این مسئله. این رژیم رفتنی است. عوامل خارجی و عوامل داخلی در پیدایش این فروپاشی دارن همراهی میکنن و همکاری میکنن. من معتقد نیستم سپاه و رضا پهلوی و مجاهدین با هم یک دست خواهند شد و این رژیم رو خواهند انداخت. توجه داشته باشید وقتی آقای ترامپ آمد، اولین نظریه من این بود که در فیسبوک نوشتم، اینها با تاکتیک 4H یعنی 4 هوتی ها، حزب الله، حشد الشعبی و حرمیونی که در سوریه هستن، اینها رو شروع میکنن رول بک کنن، اینها رو شروع میکنن به عقب برانن. کاری که با شوروی کردن، بیژن خان میدونن، یک پروژه رول بک بود اول در شوروی، بعد فروپاشی از داخل. الان توجه کنید جناح ترامپیست ها یا سیستمی که میخواد این رژیم رو بندازه داره اول پایه های القرای اسلامی رو نابود میکنه و روی نسلی که الان همون نسل شیک پاسارگادی در واقع سرمایه گذاری کرده که واقعا برای من تعجب آور بود. با اینکه 40 سال این لحظه به لحظه من مسائل ایران رو تعقیب میکنم، فریادها و شعارهای ورزشگاه بزرگ برای رضا شاه زنگ خطر که هیچ ناقوسی است که به صدا در اومده برای این رژیم. مارک جان، شما همیشه از این تئوری توطئه پیروی می‌کردی. در مورد انقلاب 57 هم میگفتین که خارجی ها از سالها پیش می‌خواستن که کل پهلویسم از ایران خارج بکنن. آیا فکر میکنید الان هم یک همچین جریانی داره شکل میگیره که کل این خمینیسم از ایران خارج بکنن، با کمک خارجی ها این کار انجام بشه، یا اینکه خود مردم این کار رو انجام خواهند داد به طریقی؟ هیچ انقلابی، هیچ پروژه براندازی در واقع بدون همکاری دستگاه اطلاعاتی خود رژیم اولا اتفاق نیفتاد. حالا میخواد شوروی باشه، زمان شاه باشه، به نظر من نقش ساواک بیشتر از عوامل خارجی بود در براندازی شاه. اما ببینید این تز توطئه‌ای وجود نداره. اینها برنامه میریزن چون ما آدم‌های بدسوادی هستیم و کندذهنی هستیم، فکر میکنیم توطئه شد. من همیشه اشاره کردم اگر آقای پژهزاد این کتاب لعنتی دایی جان ناپلئون رو نمی نوشت، مردم در واقع یک روزی احساس میکردن یک موج داره میاد از خارج. بله توطئه جهانی نبود اما برنامه جهانی بود. گوادالوپ. ببینید بیژن جان، شاید من یکی از خوشبخت‌ترین آدمای دنیا هستم که شاهد تقدیر تاریخ بودم. آخرین مصاحبه‌ام با ولیعهد مملکت این بود که ایشون در ایران میمونن و من داشتم میومدم آمریکا، ولی 3 ماه بعد به طور تصادفی ایشون گفت منم میام آمریکا، که برای من خیلی تعجب آور بود. چه شد؟ بعد آمدم آمریکا. من 6 ماه قبل از
آمریکا آمد، قبل از انقلاب آمریکا بودم. من فیلم انقلاب رو قبل از ساخته شدن دیدم، نوشته های نیویورک تایمز رو دیدم، اسامی ژنرال هایی که میدادن که اینها خطرناکترین ژنرال های آمریکا هستن و بعد اعدام میشدن. مسائلی که همین گوادالوپ رو شما سالها بعد شنیدید، همون موقع آقای جورج بال این طرح رو داد به خواست آقای برژنسکی و در واقع اون مسئله گوادالوپ هم پیش اومد. امروز دقیقاً همینه. شما نگاه کنید چرا این همه انگلیسی دو ملیتی رو داره ایران دستگیر میکنن؟ چرا آقای ماهان عابدین رو دستگیر میکنن؟ چه خبره در اونجا؟ اینها رو شما باید دات ها رو به هم وصل کنید، برنامه رو در میابید. ولی ما مشکلمون اینه که وقتی میخواییم تحلیل کنیم جبهه میگیریم. من هرگز جزء هیچ تیمی در دنیا نبودم، میستم یک طرف در واقع پیاده رو تاریخ رو نگاه میکنم. برای همین به راحتی قبل از اینکه این اتفاقا بیفته من نوشتم این رژیم تموم شده، فروپاشی آغاز شده. شاید آقای زم از من بیشتر جزئیات درون کشور رو داشته باشن، اما من نگاهم در واقع گسترده است، جهانیه و میبینم بازی ها رو. خب آقای خودبخشیان، چرا جمهوری اسلامی با اینکه بالاخره خیلی همون میدونیم داره منافع اسرائیل و منافع انگلستان و اینها رو توی منطقه تعمیم میکنه، چرا میاد دست میذاره روی تبعه های دو ملیتی بیشتر، حالا اسرائیل و امریکا و اینا؟ حالا امریکا کمتر حالا تو دوران ترامپ، ولی انگلیس رو میبینیم که چند نفر رو الان تو هفته اخیر بازداشت کردن. دلیلش چیه به نظر شما؟ خب شما مثلا ببینید، اگر بخوایم به دور ساده نگاه کنیم، بلافاصله میبینیم بعضیا مینویسن بوریس جانسون آمد تهران، رفت با یک کیف قرمز، اتفاقهایی افتاد، ملاقاتهایی کرد، نمیدونم خاندان لاریجانی رو دید. این گونه نیست. فقط اینها بخشی از یک موزاییک بازی هستن. ببینید در دنیا عصر بازی پروژه الهیات رهایی بخش تموم شد. انتخاب شدن پاپ فرانسیس خودش همین مسئله رو بده، ایشون آخریشن. در دنیا دیگه الهیات رهایی بخش به خصوص در اسلامستان مفید نیست، مضر. اینها بایستی در این اسلامستان آوار شده که به خرابات میمونه الان باید سرمایه گذاری کنن. برای انجام سرمایه گذاری نگاه کنید چه تحولاتی در عربستان پدید میارن. من عربستان بودم، شما اصلا باور نمیتونید بکنید ناگهان عربستان میخواد برگرده بشه تهران. بنابراین یک پارادایم جهانی در منطقه داره تموم میشه. ولی مشکل همه این تحلیلگرا که به نظر من سالهاست در خودشون کپت مایند شدن، یعنی چی بگم، خودشونو در واقع به حبس ابد و اتاق انفرادی محکوم کردن. اینها هر وقت میخوان مسائلی رو تحلیل کنن بلافاصله میرن رو مسئله ضد یهود. اینجا مسئله ضد یهود نیست. اسرائیل منافعشو داره، ولی اسرائیل اگر میخواید بگید اون پروژه معروفی که میخواستن خاورمیانه رو موزاییک کنن که نمیدونم اسرائیل بزرگ بسازن، نه، این چنین چیزی نیست. خود الان نگاه کنید، بعضی ها هم جمهوری اسلامی رو ساختن که روی سینه اسرائیل بره. این گونه ببینید برنامه ام القرای اسلامی برای این بود که در واقع اسرائیل رو محاصره کنن. برای همین انقدر فرصت به آقای سلیمانی میدادن. فقط در اینجا درایت آقای کیسینجر بود. دید اگر به این منوال بازی ادامه پیدا کنه زمان اوباما، این برخورد شدیدی بین ام القرای اسلامی و اسرائیل پیش میاد و منطقه نابود میشه. برای همینم مجوز رفتن پوتین از کیسینجره.
پوتین با کیسینجر مشورت میکرد. این رو اشتباه نکنید. آقای بیژنخان یادشونه یه شخصیتی بود به اسم ایوگینی پریماکوف، همه کاره روسیه بود، استاد هم وزیر خارجه شون بود دقیقاً و رئیس امنیتیاشون. ایشون آقای پوتین رو پوتین کرد و وقتی که داشت میرفت اون رو واگذار کرد به آقای کیسینجر. نگاه کنید از روزی که پوتین به منطقه اومد، جمهوری اسلامی و سپاه قدس رو کنترل کرد. حالا مأموریتش تموم شده، باید بره، شاید بعد از جام جهانی بره. پوتین باید بره یا جمهوری اسلامی باید بره؟ پوتین، جمهوری اسلامی، اردوغان. یعنی شما معتقدید که بعد از جام جهانی تحولات آغاز میشه؟ باریکلا. شاید هم نذارن. ببینید خیلی ها در شهرک لندن که شما اونجا هستید، در اونجا نمیخوان حتی پوتین بتونه جام جهانی رو با موفقیت برگزار کنه. این رو یادتون نره. خیلی ها الان در واقع نگاه کنید مسئله این به اصطلاح ارتباط ترامپ با پوتین، نگاه کنید این بیشتر برای پوتین نه ترامپ. جماعتی نمیخوان پوتین دیگه باشه در روسیه و تجزیه کنن. مانوک جان، با توجه به انتقادات تندی که ترامپ از جمهوری اسلامی کرده، بهش گفته حکومتی آدمکش هستی که در امور داخلی کشورها دخالت میکنه، باعث بی‌ثباتی شده در خاورمیانه و اینکه هر جا مشکلی هست ایران پشت اون قرار داره، آیا احتمال جنگ رو شما میبینید بین آمریکا با ایران؟ ببینید ترامپ یکی از باهوشترین شخصیت هایی بود که آمد. چرا؟ سیاسی نیست، بیزنسمن نیست، با آیکیو بالا، بنابراین و کازینو دار. من همیشه گفتم ترامپ با 3 تاس بازی میکنه. اول یک تاس میندازه، همه رو به واکنش برمیداره، و تاس دوم رو میندازه، مثل اینکه با همه سازش کرد، و بعد تاس سوم رو از آستین میندازه و تصمیم میگیره. من از روز اول گفتم که آقای ترامپ چون میخواد تمام رد پاهای اوباما رو پاک کنه، این دیل رو هم طلاق میده، یعنی برجام رو طلاق میده، بعد خودش صیغه میکنه، با شرایط خودش بازی میکنه تا اون جایی میره که بتونه با همین برجام رژیم رو به زانو در بیاره. مسئله جنگ نه، من هنوز نمیبینم، در افق جنگ نمیبینم. خب فکر میکنید جمهوری اسلامی چجوری باید بره؟ یعنی چجوری فروپاشی میشه جمهوری اسلامی اگر که جنگی اتفاق نیفته؟ ببینید در دنیا 2 نوع جنبش هست، جنبش رنگین، جنبش مخملی. جنبش مخملی نیروهای بیرون از سیستم به خیابانها میان و رژیم رو برمیاندازن. جنبش های رنگین بخشی از سیستم، همین آقای میرحسین موسوی و کروبی و بقیه که با پروژه بوشیستا آمدن که پروژه رنگین رو برگزار کنن، که اوباما اونها رو همه رو خیابون گذاشت که بتونه با به گفته خانم والری جرد با خود خامنه‌ای دیل کنه، که کردن. در واقع شما منتظر باشید این نسل شیک همه شما رو سپرایز خواهد کرد، مگر اون ویدای شیردل شما رو سپرایز نکرد با یک دار زدن یک حجاب. ببینید انقلاب ها حتما نباید خونین باشن. اون دخترک سرخپوشی که در واقع باغ آزادی استانبول جلوی ارتشی ایستاد، چنان ضربه‌ای به اردوغان زد که اون کودتای نظامی نزد. در ایران پارادایم تغییر کرده، متریکس تغییر کرده. یک مقدار شانورتی بازی‌های این اصلاح طلباس این رژیم رو نگه می‌داره و نفوذی هایی که فرستاده خارج از کشور. اوکی؟ یادتون نره خیلی مهره در اینجا وجود داره. بله، شما در گذشته انتقادات شدیدی داشتید از این مهره ها. کسانی مثل اکبر گنجی میگفتید که اینها
دارن با ما بازی میکنند و اینکه هر چیزی رو باید با تردید بهش نگاه کرد. دیدگاهتون نسبت به این افراد امروز هم همونطوره مانوک؟ فرودی نازنین، اکبر گنجی خارج از کشور چیکار کرد برای شما؟ آیا هر بار شرایط داغ شد آقای اکبر گنجی و یاران شرکاش این اسب چوبی تروهایی که خودشون میخواستن درست کنن در خارج از کشور چه کاری برای ما کرد؟ یک لحظه نگاه کنید، هر بار شرایط حاد شد اینها آمدن و با یک بامبول بازی و شانورتی بازی رو به انحراف کشوندن. یادتون نره در زمانی که شوروی رو میخواستن بر بیاندازن هزاران نفرم از مهره های شوروی در همین آمریکا بودن، اما آمریکایی‌ها با اونا بازی نکردن. همین آقای دیمیتری زیمنز که الان در نشنال اینترست، سایت نشنال اینترست رو اداره میکنه، این آقا اولین کسی بود به آمریکایی‌ها یاد داد که روزنامه‌های روسی رو بخونید، از با داخل ارتباط برقرار کنید، خارج رو فراموش کنید، مهرهای اونها رو که بیرون اومدن و مدعی هستن که به اصطلاح اپوزیسیونن اونها رو رها کنید. ما هم همین کار رو باید بکنیم. غیر از آقای گنجی کسان دیگه هم هستن که میخواین نام ببرین ازشون در این برنامه آقای خدابخشیان؟ من چون برنامه‌تون رو دوست دارم و نمیخوام درزه، ولی شما نگاه کنید اکثر این آقایون و خانوم هایی که آمدن یک دفعه نمیدونم کشف حجاب کردن بعد از سالها، یا اونهایی که یواشکی انقلاب کردن، همه اینها ببینید اینا گناه ندارن، اینها رادیو اکتیویته شدن با اون ایدئولوژی و داکترین اون نظام. اینها نمیتونن مثل منی باشن که 40 سال از ایران بیرون هستم و هرگز ذرات اون سیستم به من نخورده. اینها ناچارن این چنین باشن. اینها سالها در میدان اصلاح طلبها بازی کردن، حالا چگونه میتونن یک دفعه بیان؟ شما نگاه کنید تو این بحبوحه آقای اکبر گنجی تنها مقاله‌ای که نوشته بر ضد اسرائیل نوشته. اصلا به من چه مربوط مسائل اسرائیل و فلسطین ها؟ ما رو در اون قدس دفن کردن، آینده ما رو در اون قدس دفن کردن. ما میلیاردها دلار سرمایه‌مون رو خرج کردیم برای عرب، رفتیم سرزمیناشون هم اشغال کردیم و امروز داریم با حقارت از اونجا از همه جا رانده میشیم. این خطرناکه. فقط یه نکته رو همینطور به عنوان انکدوت بگم در این برنامه مانوک جان، من چندین بار طی مثلا 1-2 سال اخیر سعی کردم با آقای گنجی مصاحبه کنم، بهشون زنگ زدم، در نیویورک مثل که بودن فکر میکنم، و هر بار که زنگ زدم ایشون به یه بهانه ای از مصاحبه سر باز زدن. آخرین بار گفتن کمرشون درد میکنه. امیدوارم که کمرشون هم خوب شده باشه و ازشون هم همینجا دعوت میکنیم هر روزی که مایل باشن خوشحال میشیم که با روح الله زم میزبان ایشون باشیم در برنامه آخر هفته. آقای زم اگر سوال پایان بخشی داریم برای آقای خدابخشیان بفرمایید. من میخواستم بگم که جز این افرادی که گفتین یه موقع من که نیستم که خدایی نکرده. اگه هستم بگینا. آنست اگر میدونستم هستید میگفتم. من با هیچ کس تعارف ندارم، بی جهتم بی کسی کردیت نمیدم. ممنونیم از شما آقای خدابخشیان برای شرکت در برنامه آخر هفته. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. ممنون آقای خدابخشیان. فکر کنم خیلی برنامه خیلی مفیدی بود، یعنی کلمه به کلمه حرفا که زده شد آموزنده بود، حداقل برای من. ممنون ازتون که خواهش میکنم. شما هم کارتون واقعا قابل تقدیره. دوستان عزیز توجه داشته باشید که میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. تا آخر هفته دیگر که همراه با همکارم مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن و من روح الله زم در پاریس، ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم.